دنیای ما پر از داستان‌های عجیب و غریبه، ولی گاهی واقعیت از هر فیلم و سناریویی عجیب‌تره. یکی از این داستان‌ها مربوط به مردی بود که شاید خودش هم نمی‌دونست قرار اسمش توی تاریخ ثبت بشه. یه جاسوس، یه پناهنده و در نهایت یه قربانی. ماجرای مرگ الکساندر لیتویننکو یکی از مرموزترین ترورهای سیاسی قرن 21. خب بریم سراغ این پرونده پیچیده. تصور کنید یک روز صبح مثل همیشه از خواب بیدار میشید. صبحونه میخورید، لباس میپوشید و میرید بیرون و به کارهای روزمره‌تون میرسید. همه چیز عادیه تا اینکه چند ساعت بعد احساس ضعف میکنید. معدتون به هم میریزه. کم کم تعادلتون رو از دست میدید و ناگهان کارتون به بیمارستان میکشه. پزشکان سردرگم میمونن. هیچ نشونی از بیماری تو بدن شما نیست. اما شما دارید از داخل میسوزید. دقیقاً این اتفاق برای الکساندر لیتویننکو افتاد. بعد از چند روز که لیتویننکو تو بیمارستان بود، پزشکا با یه خبر شوکه کننده اومدن سراغش. اون مسموم شده بود. اما نه با یه سم معمولی، بلکه با یکی از کشنده ترین مواد رادیواکتیوی که توی دنیا وجود داره، پولونیوم 210. اما لیتویننکو کی بود و چرا این سرنوشت عجیب رو پیدا کرد؟ برای فهمیدن داستان باید عقب گرد بزنیم به گذشته این مرد. الکساندر لیتویننکو تو شوروی به دنیا اومد و مسیر زندگیش اون رو به دنیای جاسوسی کشوند. اون یک افسر حرفه‌ای در سازمان کاگبه بود که بعد از فروپاشی شوروی فعالیتش رو در سازمان جانشین اون یعنی FSB ادامه داد. مأموریت‌های اون شامل تحقیق درباره جرایم سازمان یافته، پرونده قتل‌های سیاسی و حتی ترورهای مخفی بود. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه یه دستور خاص بهش دادن. بهش گفتم برو بوریس برزوفسکی رو ترور کن. حالا بوریس کی بود؟ یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین تاجرای روسیه. اما لیتویننکو قبول نکرد. نه تنها این کارو نکرد، بلکه اومد و افشاگری کرد. توی کنفرانس خبری زد تو دهن مقامات اطلاعاتی روسیه و گفت که چطور مأمورای FSB دستور ترور افراد مختلف رو میگیرن و مخالفا رو میکشن. خب میشه حد زد که این حرفا به مذاق دولت روسیه خوش نیامد. به جرم خیانت بازداشت شد. اما بعد از مدتی آزاد شد و از روسیه فرار کرد. مقصدش کجا بود؟ بریتانیا. اونجا پناهنده شد، تابعیت گرفت و شروع کرد به نوشتن کتاب‌هایی که یکی از یکی جنجالی‌تر بودن. یکی از کتاباش درباره بمبگذاری‌های مرموز سال 1992 تو مسکو بود که باعث مرگ صدها نفر شده بود. تو کتابش مدعی شد که این حمله‌ها کار خود FSB و به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین بوده تا مردم بترسن و پوتین راحت‌تر قدرت رو دست بگیره. با این افشاگری‌ها لیتویننکو برای همیشه دشمن شماره یک روسیه شد. ولی فکر می‌کنید راحتش گذاشتن؟ نه. لیتویننکو توی 1 نوامبر 2006 برای دیدار با همکارای قدیمیش به هتلی در لندن رفت. اونا گپ زدن و لیتویننکو هم یه چای سفارش داد و ازش نوشید. چیزی که نمیدونست این بود که این چای برای همیشه زندگیشو تغییر میده، یا بهتره بگم زندگیشو پایان میده. اون چای آلوده به پولونیوم 210 بود. بعد از چند ساعت حالش بد شد. شروع کرد به استفراغ، دچار ضعف شدید شد، تعادلش رو از دست داد و در نهایت توی بیمارستان هم بستری شد. هیچکس نمیفهمه چه بلایی سرش اومده. نکته عجیب این بود که نه علائم مسمومیت‌های معمولی رو داشت، نه چیزی توی بدنش پیدا میشد که دلیل بیماریش رو توضیح بده. تا اینکه بعد از چند روز دکترها ماده رادیواکتیوی پولونیوم رو توی بدنش تشخیص دادن. هر روز که میگذشت حال لیتویننکو بدتر میشد. موهاش ریخت، بدنش تحلیل رفت و حتی دیگه توان راه رفتن هم نداشت. لیتویننکو توی بستر مرگ بود، اما حتی اونجا هم سکوت نکرد. توی بیانیه رسمی گفت که مسئول مرگ من خود پوتینه. این حرف مثل یک بمب خبری ترکید و روابط روسیه و بریتانیا به شدت به هم ریخت. تحقیقات نشون داد که 2 نفر از همکارای قدیمی لیتویننکو در FSB، آندری لوگووی و دیمیتری کوفتون، کسایی بودند که توی هتل باهاش دیدار کرده بودند. مسیر حرکت اونا بررسی شد و رد پولونیوم
توی تمام جاهایی که رفته بودن پیدا شد. از صندلی‌های هواپیماشون گرفته تا فنجان چای لیتوینکو. با اینکه انگشت اتهام مستقیما به سمت دولت روسیه نشونه رفت، کرملین همه چیز انکار کرد. بریتانیا درخواست استرداد مظنونین رو داد، ولی روسیه گفت فراموشش کنید و پرونده عملاً بدون نتیجه باقی موند. سرانجام بعد از 23 روز مبارزه با مرگ، الکساندر لیتوینکو آخرین نفسش رو کشید. ماجرای لیتوینکو یکی از عجیب‌ترین و جنجالی‌ترین ترورهای تاریخ مدرنه. یه قتل با یه سلاح نامرئی، یه توطئه بین‌المللی که هنوزم پر از سوالای بی‌جوابه. چرا لیتوینکو کشته شد؟ فقط به خاطر افشاگری‌هاش بود یا چیزایی بزرگتر پشت پرده بود؟ و مهمتر از همه، آیا این آخرین باری بود که همچین تروری اتفاق میفته؟ این یکی دیگه از داستان‌های عجیب و پیچیده دنیای ما بود. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. اگه این داستان رو دوست داشتید حتما نظراتتون رو برام بنویسید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید و همیشه حواستون به فنجون چایی که میخورید باشه.